ذهن فراتر از یه سیستم برای تصمیم گیریه، یه سیستم برای تولید واقعیت شخصی. هر فکر یه کده و هر احساس انرژی اون کد. تو هر روز داری سرنوشتت رو می‌نویسی، حتی اگه متوجهش نباشی. وقتی روی چیزی تمرکز میکنی، انرژی رو در ذهنت به جریان میندازی و اگه تکرارش کنی، مسیرهای عصبی قوی تر میشن و ذهنت ناخودآگاه اون مسیرها رو انتخاب میکنه. این یعنی تو آیندت رو همین الان خلق میکنی. 5 دقیقه بشین، به یه نقطه خیره شو و سعی کن متمرکز بمونی. حتی اگه حواست پرت شد، دوباره متمرکز شو. این کار مدار کنترل توجهت رو قوی تر میکنه. اگه 5 دقیقه تمرکز نشدنیه، پس دقیقاً به همین تکنیک نیاز داری. قانون طلایی نوروساینس میگه تمرکز مساویه با جریان انرژی. هر جا که توجهت بره، اون بخش ذهنت میشه سرشار از انرژی. توجه به مشکلات رو قوی میکنه و توجه به راه حل‌های تازه ایجاد میکنه. ذهن از درد فرار میکنه. هر عادت مثبت با درد شروع میشه و همین درد فیلتر آدم‌های ضعیفه. پس اگه آماده رشدی، درد بهترین دوستتونه. هر روز یک لحظه ناراحت کننده رو عمیقاً حس کن. نفس عمیق بکش، حتی توی ترافیک. به جای رها کردن ذهن، کنترلش کن. همون لحظه انرژی از مرکز ترس ذهنت میره به مرکز منطق و خونسردی. نتیجه فعال کردن این رشته‌های عصبی ذهن آرام توه، حتی در شرایط فشار و ناراحتی. تو دیگه برده شرایط نیستی، ذهنت در اختیار خودته. وقتی یه فکر منفی وارد ذهنت شد، بدون مقاومت عوضش کن. جمله اگه شکست بخورم رو تبدیل کن به اگه یاد بگیرم و رشد کنم. با این جابجایی ساده، انتقال انرژی ذهنی از ترس به فرصت رو انجام میدی. نیازی نیست فکری رو حذف کنی، فقط مسیرش رو تغییر بده. داری ذهنت رو برنامه ریزی میکنی. وقتی صبح بیدار میشی، ذهنت هنوز خالیه و اون 15 دقیقه لحظات طلایی‌ان. به دقت ورودی‌های ذهنت رو کنترل کن قبل اینکه اونها کنترل روزت رو به دست بگیرن. فلسفه‌ای که باید باورش کنی اینه: تو ذهنت نیستی، تو کنترل کننده ذهنی. با طراحی ذهن جدید، واقعیتی متفاوت خلق می‌کنی.